مردم دههای پارسس از یک جلسه مخصوصی کمیته حالتهای فوق‌العاده که رئیس ولایت ختلان در آن اشتراک میکند بیرون میشوند، اما متاسفانه کسی از آنها حاضر نیست که با خبرنگاران صحبت کنند. هرچند دیروز آنها در صحبت‌های تلفنی بارها گفتند که ما از حال آنها گزارش تهیه کنیم. و در این جلسه که در یک مسجد گذرانده شد، کارمندان پلیس بیشتر دیده میشدن و مردم در یک حلقه کارمندان پلیس اونجا جمع شدند که نمیتونستن صحبت کنند. در دهه یکم پرسیسی 18 میگویند مردم روز 14 سیل آمد و فراگیری سیل چند دهه را پخش کرده است، زمین ها را خراب کرده است و چند خانه هم به گفت مقامات بیشتر از 10 خانه ضرر دیده است. در دو جماعت ناحیه خراسان، جماعت هلالی و جماعت صدرالدین عینی، روز 14 سیل آمده بود که مردم شکایت دارند و دیروز هم در راه دوشنبه باختر که نزدیک به دهه 13 است مردم جمع آمده اعتراض کرده بودند که 4 تن سوزشواری که مقامات برای آنها وعده داده بود که خطر سیل را برطرف میکند کجا هست. اما معلوم نیست که در جلسه که امروز در دهه پرسس برگزار می شود چی مطرح می شود، چون اونجا رئیس ولایت ختلان با مقامات انتظامی شرکت می کند. چون در بالا گفته متاسفانه خبرنگاران اونجا راه نیافتند، از جمله ما رو اول گفتن که دعوت میکنه و سپس گفتن که اجازه نیست.